بار دیگر سلام میگم به بینندگان عزیز. ساعت به وقت پراگاده هست و من چند خبری توضیح در دست دارم که میخواهم برای شما بگویم و یادتون نرود که 3 ساعت پس همه شما عزیزان رو در بخش مستقیم برنامه خبری منتظر خواهم بود. در شهر ترسونزاده 3 نفر بچه افتادند. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان می‌نویسد که این فوجیه روز گذشته به عمل آمده است. 3 نفر از ساکنان دهه ابراهیم بوزورف هنگام تعمیر محرک آبکش چاه به آن سرازیر شدند. عمق چاه 18 متر بوده است. دسته 6 نفره نجات دهندگان امرالله خوجمفی 62 ساله را از چاه زنده بیرون کشیدند ولی او در راه به سوی بیمارخانه جان باخته است. همین طور بگاهی دیروز جسد فوتیدگان دیگر را نیز از چاه بیرون برآوردند. 2 نفرشان اعضای یک عائله بودند. کمیته حالتهای فوق‌العاده میگویند این فوجیه بنابر بی‌احتیاطی و رعایت نشدن قاعده‌های بی‌خطری هنگام تعمیر محرک به عمل آمده است. شروع از 7 سентябр در روسیه قانون نوی حکم اجرا گرفت که طبق آن اکنون شهروندان خارجی که صاحب خانه هستند حق دارند در منزل‌های استقامتیشان خارجیان و یا افراد بی شهروند را در قید گذارند. تا کنون شهروندان خارجی حق خریدن منزل زیست و یا اموال دیگر را در این کشور داشتند اما نمی‌توانستند که شهروندان خارجی از جمله مهاجران کاری را در منزلشان که در اختیار دارند ثبت نام و یا رجیستراسیون کنند. این حقوق به شهروندان خارجی در پی تغییر قانون درباره به قیدگیری شهروندان خارجی و افراد بی شهروند در روسیه به اجرا درآمد. اکنون از جمله شهروندان تاجیکستان که در روسیه خانه می‌خرند و یا الکی در اختیار دارند حق پیدا می‌کنند شهروندان دیگر و یا مهاجران کاری را در منزل زیستشان ثبت نام کنند. ثبت نام شهروندان خارجی از جمله مهاجران کاری در منزل زیست با نشانی مشخص در روسیه حتمی است. این است که تاکنون اکثر مهاجران با پرداخت یک مقدار مبلغ خود را در خانه‌های شهروندان روسیه ثبت نام کرده در اصل خود در دیگر جا زندگی می‌کردند. نوگانی آخر به گفته حامیان حقوق امکانات مهاجران کاری را در دریافت ثبت نام و یا رجیستراسیون بیشتر می‌کند و شرایط بود و باش قانونی آنها را در روسیه فراختر می‌سازد. طبق امور پیشکش کرده روسری در اداره ثبت نام اموال غیر منقول در روسیه شمار خارجی‌هایی که در این کشور خانه و یا بنا می‌خرند رو به افزایش است. برای مثال در 7 ماه سال جاری به اطلاع این اداره بیش از 20,000 شهروند خارجی در روسیه خانه خریدند. قسمی از مهاجران کاری تاجیک نیز در روسیه خانه خریده خانواده‌های خود را از تاجیکستان به این کشور کوچ می‌دهند. دادگاه در ترکیه شهروند ازبکستان عبدالقادر مشریپوف را به حبس 1 عمری محکوم کرد. مشریپوف در حمله به کلوب شبانه رین شهر استانبول در روز 1 ژانویه سال 2017 که 39 کشته بر جای گذاشت عیبدار دانسته شد. خود مشریپوف عیب را اعتراف کرد. مسئولیت این حمله را گروه تروریستی دولت اسلامی به دوش گرفته بود. گروه گفت این حمله را در پاسخ به شرکت نظامیان ترک در نزاع سوریه انجام داده است. شهردار استانبول پیشتر گفته بود که محکوم شده در آزمایشگاه‌های گروه‌های تروریستی در افغانستان آمادگی جنگی دیده احتمالاً 1 سال پیش از حمله به ترکیه رفته است. امروز بخش مجاری رادیو آزادی به کار شروع می‌کند. این بخش در پایان جنگ سرد بسته شده بود. بازشوی دوباره شهادت از آن است که در این کشور آزادی مطبوعات محدود شده است. برنامه بازشوی بخش مجاری تیر ماه سال 2019 تهیه گردید. سازمان خبرنگاران بدون مرز در شاخص آزادی مطبوعات در سال 2020 مجاریستان یا خود ونگریا را در جای 89 قرار داد. در دوام 10 سال گذشته حکومت زیر سروری ویکتور اوربان تمام رسانه ها را به طور مستقیم و یا غیر مستقیم زیر نظارت درآورده است. بخش مجاری رادیو آزادی معروف با نام زبد یوروپا رادیو در شهر میونخ آلمان فعال بود و سال 1993 بسته شد. سال 2019 رادیو آزادی در بلغارستان و رومانیه هم دوباره بازگشت. خبرگزاری اوستا می‌نویسد صرف نظر از موسم جمع‌آوری غله نرخ ارد وارداتی و تولید داخلی در تاجیکستان بلند باقی مانده است. در حال حاضر قیمت یک قلطه ارد 91 در بازارهای کشور 245 سومانی است. ارد قزاقستان نسبت به ارد محلی همگی 5 سومانی بلندتر بوده است. این هم در حالی است که مزد حداقل در تاجیکستان 400 سومانی را تشکیل می‌دهد. با گزارش آژانس امور هر ساکن تاجیکستان سال به حساب می‌آید 120 کیلو محصولات نان
ҷаҳонӣ истеъмол мекунад. Тоҷикистон солона ба 2 миллион тонна маҳсулоти ғалладона ниёз дорад ва ҳудуди 1 миллион он аз ҳисоби тавлидоти дохилӣ ба даст меояд. طبق омор дар тӯли 7 моҳи соли ҷорӣ дар кишвар беш аз 773 тонна гандум истеҳсол шудааст. ба қабли хадамоти гумрук дар ин муддат зиёда аз 531 000 тонна ба Тоҷикистон ғалладона ворид шудааст ки нисбати соли гузашта ҳудуди 19% камтар мебошад. و در ولایت سوخت 2 نفری را بازداشت نمودند که با آماده نمودن شناسنامه معاینه تکنیکی قلبکی متهم میشوند. از دستگیر شده ها وزارت کارهای داخلی پرویز محکمفی 24 ساله و دودوجان کینجایفی 32 ساله ساکنان دهات خستیورز نام برده میشوند. با قول وزارت یکی از آنها برنامه‌ساز بوده تهیه حجت‌های قلبکی را بر ذمه داشت. نفر دوم مشتریان یعنی رانندگان را جلب میکرد. گفته میشود شناسنامه‌های معاینه تکنیکی قلبکی بر عوض 500 سومونی فروخته میشدند. خب بینندگان عزیز در پایان صحبت بار دیگر برای شما یادآور میشوم درباره پروازها و بازم باز شدن یا نشدن مرزهای بین کشورها. تو این دم خبری نوی در دست نداریم و اگر خبری بود حتما شما را در جریان میگذاریم. روز خوب داشته باشید. من شما را بعد 3 ساعت باز با خبرهای تازه در برنامه خبری منتظرم.